سلام و درود به خدمت شما بیننده‌های عزیز کانال زیبایی‌های افغانستان. خوشحالم که یک روزی دیگری الله پاک ما رو توفیق داد که به خدمت شما باشیم. دوستای خوب نازنین، امروز آمدیم به بند چشمه خونی که اینجا هم جای ملجات، هم جای ورزش، هم جای اوبزی، هم جایی است که موترا مدل بالا اینجا پرش میدم. از شما خواهشمندیم که یک ساعت اینجا هستیم به خدمت شما. آمدیم ما به این مکان شما لذت ببریم. دوستای نازنین، کانال زیبایی‌های افغانستان سابسکرایب کنیم، لایک کنیم، شیر کنیم، ما تنها نگذاریم. بیاین که بریم به داخل خود بند بریم، همراه ما باشیم. بیننده‌های عزیز، طوری که پیشتر گفتیم آمدیم ما به قشلاق چشمه خونی که اینجا یک دریای بگم، یک بند بگم اینجا ساخته شده. دیگه ما معلومات نداریم که چی مدت میشه. تقریبا اینجا بالای 3-4 هزار نفر روزهای جمعه و روزهای پنجشنبه فقط اینجا خاص مخصوص میایم به میله میایم و به اوبزی. در کنار جلالا هستیم که اینا هم فکر کنم همینجا اوبزی میکنم. اول کمانده نباشیم. سلامت باشیم. اول شما خوبه؟ سلامت باشیم، بخیر. سلامت باشیم. برار من اینجا یعنی به شما بگم که 10 متر 15 متر او بیشتر داشته جرأت کردیم انداختیم. ما به خاطر از این اومدیم اینجا یک تفریح بکنیم. بعضی از برادرها اینجا اومدن اوبزی میکنن، باز ما هم یک تمرین بکنیم. خب جرأت خو ندیدن که واقعیت بندازیم خود داخل. طال ننداختیم. خب پتریم. کنار اینجا بودیم. آی شاید تو با گلاس ریخته باشیم بالا. نه همین تا بشیشتیم. خب از کجا هستیم لالا؟ از ولسوالی انجیل. خب از ولسوالی انجیل اینجا آمدیم. چند وقت میشه میاییم به این مکان؟ اولین باره که اومدیم. دیگه طال نمودیم. خب چقدر لذت بردیم از این مکان امروز. طبیعت دیگه، طبیعت لذت خاص خود داره. خوب بود. خیلی لذت. چند نفر هستیم؟ ما تقریبا 8 نفریم. 8 نفر. مستقل آمدیم یا با موتر؟ موتر آمدیم. خب ایت شده باشه که رفیقا شما آواز شما نبیده باشه، شما تلنگ داده باشه متا؟ شوخی خو میکنم جایی که کمتر داشته باشه ها. شوخی میکنم. منتها یک چیزی ما به شما بگم، شما با میتونیم از مردم بپرسیم آواز شما باشه که دیگه چند نفر بکشته. به جریانم پرسان کردیم. ماجلوتر گفتم زیاد داره اینجا، باز جایی که کمتر داشته باشه اوبزی میکنن دیگه. یک موضوع دیگه هم هست، کسی که اوبزی یاد داشته باشه خب موضوع راحته، باز کسی که یاد نشه باشه توصیه میشه که اوبزی نکنه. خود دقیق اوبزی نکنن که کار اینجا خودی او شوخی نمیشه. نه. خب حالا دیگه حالا شما اگه خواهش کنم که بگم بندازیم، نه دیگه بلد نیم دیگه. نه به خاطر که ما بلد نیم، با جرأت خود نداره که داخل از بندازیم. پس این برادرای که رفیقا از اینا هم یک وقتی شوخی نکنین که اینا رو تلنگ بدین که این او ناقته. درسته؟ خوشحال شدیم از دیدن شما. همیشه روزای شما با مثل امروز میله باشه. قربان شما، با عزت باشین، سلامت باشین، زنده باشین. دوستای نازنین، بازم به کنار جوانایی که آمدم به بند چی میگم شما اسم ازش بند چشمه خونی که اینجا بند درست چشمه خونی کو منطقه منطقه بند به نام مشم چی؟ بدمزا. بدمزا. بسیار خوب. خب از کی آمدیم برارمه؟ ما از صبح آمدیم. از صبح؟ بله. خب چاش چی خوردیم؟ چاش جاش ما خیلی کباب خوردیم. گردن و بند باشه غیر اپکوره. یک کباب بیده. خب کباب چی؟ کباب سینما. جوجه بیده دیگه. خب چند نفر بیدیم؟ تقریبا 9 نفر. خب چند وقت میشه به این منطقه میاییم؟
ما اینجا دختر خاله میخونیم اینجا. خب باز ما اینجا دفعه اول میشم. به چشم خونی زیاد آمد. دیگه تو حال نامده. نه اینجا. خب اوبزی هم بکردین؟ ولی ویزی هم کرد. بسیار خوب. اشاریم برای شما. ولی اشار. خب چند نفر بودیم آمدیم دوستا؟ 9 نفر. 9 نفر. بله. خب اندیوالی کردیم دیگه. ولی خب اوبزی هم بکردیم. ویزی هم کرد. ایتا اگر شما دوستا بگیرم امی یک شنبه دوشنبه میگن چی میگن؟ شنبه ولی. بندازنم مشکلی نیه خود لباسا شما؟ نه مشکلی نیست. بندازم. نه به خاطر بیننده نه خب لباسا خب بیرون میکنم نه چی تا بندازم. نه همین خود لباس نه تا خب با لباسا با موتر میشینیم. یاری آفرین خیر ببینیم واقعا جوان خوش اخلاقه. بسیار تشکر. قربان شما لطف کردین برارم. بعضی دوستا میایم به این مکانا شما نگاه کنیم اونجا خربزار بخوردم لوشار پرتای دادم این جای تفریه ای او تمیزه امی اوی که اگر تمیز نباشه نباید انسان به داخل از او بازی کنه یا دستوری خور بشوره بعضی نظافت مراد نمیکنم شما باعث یک جوان پیام و خواهش شما چیه خواهش ما همینه که نظافت کنم باز امینا که آمدن اینجا بشیدم باز هفته دیگه خودنا پس میایم دیگه میشن چی فرق میکنه که نظافت خودت کار نکنم به خودنا بر میخوره راست میگی پس اینا خودنا میایم دیگه میشن راحت کنم خب تشکر از شما خدا کنه که بینندام و گپا شما البته همه نیم بعضی دوستایم پارکا و ایت جای تفریح جای ملجات کمک به حساب نظافت مراد کنم خیر ببینیم بسیار لطف کردیم برار گلمه تشکر از شما قربان شما سلامت باشید تشکر پپشتو سنگا باشه من خود کاکام مونده نباشه خب هستیم چی نمیتونم اختلاط میکنی چره بیاین که خود لالا کم اختلاط مونده نباشیم اول شما بچه ها کمی بریم این برارمه او بریم اسم شریف خونمشه بگیم نورالله خب نورالله جان از کجا هستیم؟ از این غیر چشمه خانه ما از امینجی بله به شما دیگه کمک بالا خزیم برادرها که میایم به میله اینجا اوبازی میکنم و سطیری میکنم به کوه بالا میشم میدوم اون میله کو جدایه که اینا میله میکنم با شما تماشا از اینا رو میکنیم و میله جداگانه از ما دیگه تماشا از اینا واسه خود من به خود چای چیزی میارم اینجا داخل درختا میشیم میله میکنیم خب دوستا اگر از شما مهمونم خواهش کنن که با ما دوغ مشکی بیاریم یا مسکه اگه باشه میاریم فعلا نکنه تقریبا تا 20 روز پیش بود اول گوسفندا که هست با کوی خود ما رفتیم غریه خب تا فعلا نیاریم این بند برای شما از این منطقه چند وقت میشه جور شده امسال سال دو سال میشه این فقط برای می زمینا ولی ذخیره آب که هست از اینجا باز میره به پالیس کشتم به پالیزا میره ذخیره آب کشاورزی منطقه شما چشمه خونی میگم بله یعنی چی بوده قدیم میگم اینجا چشمه زیاد بوده چشمه خونیه مردم هم خان بودم میخواسته چشمه خونیه واسه چشمه خونی میگم چشمه خونی در اصل چشمه خونی مردم چشمه خونی میگم بسیار تبلیغ اگه نگاه کرده باشین چشمه خونی داشته چشمه خونی خب حالا به سر زبونا همیت بوش شده که چشمه خونی میگم بسیار خوب خوشحال شدیم دیدن شما تشکر از شما خیر ببینیم سلامت باشید بینندای عزیز بازم به کنار حاجی لالا هستیم که خود تفلق خوبی آمدم اینجا بازی میکنه اول با کاکا بپرسیم کاکا جو خوبی؟ بگرد و برده اینا کم بازی میکنه مونده نباشیم براد سلامت باشید صحتمند هستیم قربان شما گپ بزنین که از کجا بیامدیم از باغ ازدی آمدیم فعلا به قریه چشمه خونی برای تفریح و اوبزی خب یه تفلک آخرین جگاه که تا دشت کوه با برج شهر کمی خنک‌تره این نندازن اوبزی که علاقمندی که امی تفلک‌ها دارن به خاطر ازی که در شهر محدود خونه اما در فضای آزاد هفته یک دفعه امی اراده منه که هفته یک مرتبه به 4 میارم به میله یاری آفرین به شما پس فامیلی آمدیم فامیلی آمد خب بسیار خوب اینا که من نقطه من داخله وا کمی اوبزی کرد بله خب کی بی آمدیم برا ساعتای 11 بود که به قریه چشمه خونی برای اولین مرتبه آمده
اما قریه چشمه خونی بسیار آب و هوای مقبولی داره، فضای بسیار مقبولی داره. از نگاه امنیت هم هیچ مشکلی الحمدلله در مسیر راه نبود. انشالله امنیت که به هر جا هسته. بسیار خوب. چند فیصد لذت ببردیم امروز از این مکان؟ 100%. مکان بسیار خوبیه، مکان بسیار جای تفریحه. من حقیقت نمیده بودم، حالی که آمادم واقعا جای مقبولی بود، به نظر من خوشایند بود. بیشتر شما میگیم ما روزا جمعه عادت مونه که با فامیل بیرون میشیم میریم سمت جایی که میله. بیشتر جایی که شما رفتیم به میله کجا شهر بوده؟ به سیدآباد زیاد میریم. از روزی که سرک کروخ، امیدواریم که سرک کروخ به زودی جور شه، مشکلات اولی همون مناطقی که در همون سرک مواصلاتی هستن اونا هم جور شه. بیشتر برو به کروخ و سمت دانه غار، سیدآباد، بند سوزک در این مسیرها میرفتیم. مسیرهای دیگه به طرف بند بغرچر جای مقبولی داره و امروز بنابراین دوستا که گفتن که چشمه خونی جای مقبولیه، تصاویر بسیار مقبولی نشون دادن. آمادیم، واقعا لذت بردیم، جای مقبولیه. شما ساعت 11 بیامدیم حتما نون رو همینجا میشید. بله. خب از نظافت بگیم. بعضا برادرها به مثل شما مثلا میایم اینجا به میله، دور از سر شما باشه نظافت مرعات نمیکنم. حفظ و صحیح از حدیث شریف ثابت شده ان نظافت جزء من الایمان. او نظافت چی در میله بشی، چی در خانه بشی و چی در محیط شهر بشی باید رعایت کنی. این که رعایت نمیکنم امیدواریم فرهنگ‌سازی شه تا این دیگه مردم هم رعایت کنن. بسیار تشکر از شما. با شما برادر تر کنم. الله خونوکه کاکا خونوکه اخ بگردم خدا تو کلون کنه که باز بیای خودی آقا خو مسابقه بدی. خوبه؟ دستکارش چیکار شده سرخه؟ خوهری و نرم کرد بچه‌ای. بجوید اون معلومه. بسیار تشکر، لطف کردیم، وقت خود بسیار ما گذاشتیم. دوستان نازنین، امروز بسیار جا شما خیلیه به این مکان. واقعا ما که لذت بردیم. شما دریاچه نگاه کنیم، ایتا کیف داره، امیت اوام یخ، هوام امیت خوب برابر شمال. بازم برادرها دوستای اوبازی میکنم، به یک جا نگاه میکنیم موتورار پرش میدم، به یک جا نگاه میکنیم گله بازی میکنم. از لالا پرسون میکنیم که از این سه کار اینا چه کار کردم اصلا مونده نباشه. سلام علیکم. اول خوبه؟ خیلی سلامت باشید. اول نام شریف خور بگیم. ابراهیم محمدی. خب از کجا هستیم؟ از پل مناردا. خب از اون جین به اینجا آمدیم؟ بله. چند وقت میشه به این مکان میاییم؟ این یک سری دیگه هم بیامده. خب کی بود؟ دقیقاً یک ماه پیش. یک ماه پیش. بله. چند نفریم امروز؟ امروز 5 نفر. 5 نفریم. کی بیامدیم؟ ما صبح آمدیم. صبح. بله. نون کجا خوردیم؟ نون میجی جا شما خیلی میجی نون درست کردیم. نوش جان شما چی بوده؟ روش دیار کردین جا شما. به. چای سیاه نقل خستگی هم اینجا بخوردین؟ دیگه حالی بخیر ما با چای نوبت چای بخیر ان شاء الله. قدامی که بیامدین تو حال چای نخوردین؟ نه گل نمیزدیم اینجا باز نون خوردیم حالی بخیر ما چای بخوریم. با برات نماز بخون نه. بیامدیم باز اینجا نون خوردیم. خب اوبازی هم بکردین؟ اوبازی رفیق ما تاش اوبازی ما گفت یخ بود اگه سه نگیرید. لالا با وسط و اینا بدم. بله. فکر کنم اینجا خیلی هم او داره. خیلی او داره. هر کس نمیتونه بده. واقعا جرأت کردم که از اینجا ما میدیدیم تصویر شما را و از این ساعت تا به اینجا بیامدیم. ما گفتم البته شما سیل آورده. خب شما هیچ اوبازی نکردید؟ نه ما واقعا نمیدونم شما میکردیم دل شما به شما نمیسوزه؟ نه چه دل ما بسوزه؟ خاطر که اوبازی یاد نداره. والا. خود تمرین کنیم. دیگه ما اینجا جایی نه که تمرین کنیم. زن ما رو کش میکنه. به جایی که کم او داره تمرین کنی که اوبازی خیلی سخته. بله. کوشش کنیم یک وقتی اگر بلد نیم
به این تو جان نندازونیم. این مال 10-20 متر او داره. بله او خیلی داره. خیلی داره. این با وسط کوه بینندای عزیز اینجا بند بسته شده. این خیلی او داره. 2 تن و 3 تن با مال او داره. خب بسیار تشکر که وقت خود بسیار ما گذاشتید. لطفاً یک جوان خوش اخلاقی. سلامت باشین. یک جان سپاس از شما. از کاکام بپرسید که فکر کنیم اینا چی مانده نباشین. اول خوبه. اسم خورمش بگیم. فضا محمد. از کجا هستیم؟ از چوکمرک. چوکمرک بابا کجایه؟ آن از این گردنه بدر میریم. از این گردنه که میایل نشون میدیم 5 ساعت 6 ساعت به تیاره رای ها. هو دگانی وقت در راه است. بعضا قشلاغار بینندای عزیز ما که نمیریم میگم من پشت می تپه باور کنیم به 5 ساعت 6 ساعت با موتر نمیرسیم. شما پیاده اومدین؟ هو ما پیاده اومدیم موتور چیزی مو نداریم. ما میمیره میبشه. خب موترها که می آمد کاکا اینجا دست میدادیم شما می آوردن. دیگه نه دست ندادیم. دست ندادیم موترها. نه اینجا ما نو اومدیم گفتیم تو دست نمیری به شهر میریم بله مزدوری گفت اگه موتر رو ورداره میری. به شهر میریم ها؟ او بزی هم بکردین؟ نه ما بزی چم خود نمیبینیم. بزی چم خود نمیبینیم ها؟ نه. یار چند ساله هستین کاکا؟ شاید 40 باشه. شاید 40 هست. رفت بالا و به دل شما 40 ساله من 300 بالایی؟ نه 40 هستم بالا. 40؟ نی او برادرها اشاره میکنم میگم اینا به چی هم میمونن اینا حال شومزه هم سیه یک چاربیتی به بینندام بخونه. یاد ندارم. ربعی بگیم. یاد ندارم. نون خوردر یاد دارین؟ بخیر باشین. شوخی کردم خود شما. بخیر باشین. خیر بینین. دوستای نازنین بازم خوش آمدیم به ادامه برنامه. خدا کنه که تا به این لحظه از برنامه امروز از چشمه خونی از این مکان که فعلا مردم جوانا و مستفیدا به تفریح آمدم لذت برده باشیم. در کنار اجی کاکا هستیم که اینا اوتو خود کو تیار بکردم منتها چم میکنم فکر کنم که ما هم بازی کنم یا دل نمیشین که رختاشو مستفیده یا چم خور نمیبینین که بازی کنیم. مونده نباشین. اول شما خوبه؟ سلامت باشین. اول نام مبارک خود به ما بگید. غلام سخی. خب حاجی غلام سخی. خب حاجی صاحب از کجا هستیم؟ از ولسوالی انجیل النبی. خب بسیار خوب. ما چکری آمدن. خب امروز آمدیم. بله همال ملت. دیگه وقتام بیا آمدیم نه اینجا. طول نمیده. سری اول شما. بله. خب این طبیعت میبینیم، این جای دیدنی میبینیم، این درختار میبینیم، چه لذت برده. خیلی لذت خوشیه. امیت جا تفریح به منطقه شما مسته؟ نه جای خوبه. خب چند نفر بدیم با دوستا آمدیم؟ ما 4-5 نفر. 4-5 نفر. بله. خب یک ساعت بیشتر نمیشه. همین دیگه. خب چای چیزی میوه چیزی هم خود خوبی آوردیم؟ نه ما جای میمون بدیم بازم میتونیم آمدیم اینجا. خب انال استاده بودیم ما این بازی کنیم یا گله بازی؟ نمیتونیم تماشا کنیم. فقط تنها به تماشا مفته. بله. خوی کن نمیشه شما بیامدیم مفت تماشا میکنی. بله. میشه؟ بله که بود شده. حاجی صاحب چند ساله ایم؟ 52. 52. بله. نام خدا مستفید هم نشدیم تکرم هستیم. خب جای دیدنی هرات
بیشتر شما به میله به کجا رفتیم؟ چشت شریف رفتیم، خب نسبان رفتیم، بعض جواب رفتیم. همیشه به گشتگردی؟ گاهی وقتی ها. خب شوقی هم معلوم میشیم. از حیوانات ها بگیم، اسب دارین؟ نه. پرنده دارین؟ پرنده هم نداریم، گوسفند داریم. خب بسیار خوب. دیگون هم هستیم؟ دیگون هم هستیم. خب خوشحال شدیم. ما دعا میکنیم که همیشه برای دوستان ما به مثل امروز میله باشه. بخیر. خداوند شما لذت بده. خیر بینید. لطف کردیم. باشه از جلالان پرسان کنیم مونده نباشیم شما برادرم از ما به شما نصیحت. یک دو برادر که صحبت میکنم هیچ وقت شکم گوشنه نخندیم. گوشنه نیم سره. چاش چی خورده؟ چاش تمیج میمون بده. خودی آجی سایی؟ بله. خب ما گفتم البته کباب چیزی. کباب هم بجا شما خیلی. نوش جان شما. خب بعض برادرها میایم به میت منطقه چند نفر دیگه هم پرسان کردیم نظافت مرعات نمیکنم اینجا برای میله اینجا برای تفریح اینجا برای فامیلیه که بیام بشینم نون بخورم چای بخورم میوه بخورم هم هر چی که شد میریزم اینجا بخل دیگه نظافت هیچ مرعات نمیکنم شما به ایس یک جوان پیام شما نظافت چیزی است که نظافت جز به ایمانه و هر کجا که هست باید آدم نظافت خود داشته باشه. هیچ روز شده باشه که شما خربزه این دونه خورده باشین یا میوه تر دیگه همونجا به پلاستیک نکرده باشین چرده وقت خب پاش دادین؟ نه انشالله تا به این جاشه. بسیار تشکر از شما. اگه شما خودمون نمیریم خوشحال میشیم. شما خودمون بریم ما در خدمت. سلامت باشین. موفق باشین. بیننده‌های عزیز بازم خوش آمدیم به کنار برادرها و دوستایی که ورزش میکنن. میفهمین ورزش چی؟ ورزش گله‌بازی. همین گله‌بازی حواس شما باشه که بسیار یک ورزش خوبی است. تمام وجود انسان حرکت میکنه و میدوم ایبر این چربی رو میکنه. در کنار لالا هستین که خود معرفی میکنن سعی کنیم از کجا هستم و کی بیامدم اینجا چند نفرم مونده نباشه. سلام علیکم. خوب هستید؟ اول خوبه؟ بخیر. سلامت باشین. اسمم رامین یک از شهروندان ایران. خب ما تقریبا به میدید ورتره خواست صبح بیامدیم فلان تا اینجیم فلان. چند نفره؟ ما 5 نفر هستیم دوست خب 5-6 نفر مخصوص به گله‌بازی اومدیم. همین تفریح بالاخره تفریح جای گله‌بازیشه یا بازیشه ساتیریشه خود دوستا میامدیم میساتیم. خب چند وقت میشه که به این منطقه میاییم با میله؟ واقعا ما از این پشکم لسین اگر شنیده باشیم ما از این اهالی این منطقه خب همینجوری ما میشناسیم جو ما نمیجی جو مکن پس با ما یک دو دفعه میام حتما ان شاء الله روان است وقت سال میایم بیشتر. چند گله صبح بازی کردیم؟ ما از صبح که گلام برابر نبود بعد از چش برابر شد دوستا بازی کردیم دیگه. دوستا؟ بله دوستا بازی کردیم. بای کو ندادیم؟ با دیوال بای دادیم نه دیوال بره به چند بود؟ بره 25 30 بود البته. به 30 هم میشه؟ ما ساتیری میکردیم فرق نمیکنه خود خب اگه برابر هم بود چیزی که تعیین کردیم خود راست میگیم. بسیار خوب خوشحال شدیم از این شما نمیشیم بازی کنین دیگه شروع کنیم در شما متعجب اجازه باشه با صفحه تلویزیون شما یک صحبت میکنم اگه اجازه شما باشه یک پیام به تمام شهروندان افغانستان بگیم آزاده از تمام شهروندان افغانستان خواهش میکنم به دنبال حاشیه نرن. همین 4 روز میبینیم مردم هم تفریح میان آرومیه طرف جرأت میکنه. ما باشنده میدیم چند وقت اینجا کسی نمیتونست بیایه به خاطر ناامنی و بالاخره داستانا بود. حالا 4 روز این بود دولت بیامده بالاخره هم مردم میبینی به داخل شهر میری شکایت دارم و بالاخره چیز دارم. همین 4 روز آرومی ما شما بیام خود هم زندگی کنیم فرق نمیکنه. این عمر کوتاهه میره تمام میشه. مال دنیا امانت دست نمیاد دست شما امروز دست یک دیگه فردا دست. خیر ببینیم دارم که خوشحال باشم کوشش کنم کار خدمت به افغانستان بکنیم نه که خیانت یا ضرر برسونیم کشور ما شما خونه ما فرق نمیکنه. تشکر. خیلی ما خوشحال شدیم. سلام بخیر باشید. قربان شما. دوستا مونده نباشید.
اول خوبه برادر من. شما مگه برادر مونده نباشید، پیش بیاین کمی صحتمند هستیم، زنده باشیم. هر دو بزرگوار نام شریف خود بگیم با ما. من کوچیک شما نور احمد. برار مانیم. ما کوچیک شما محمد شریف باشنده شهر کابل. ها از برادرای کابل هستیم. مهمانا مانیم. بسیار خوب بسیار خوب. چند وقت میشه ایران آمدیم؟ ما تقریبا نمی 1 سال میشه ما به ایران آمدیم. ایران بودم مسافر شدم اومدم اینجا. اومدم فعلا ولی به تفریح. خب اینجا با خود خانه اومدیم؟ نه خرید دوستا اومدیم. آها بسیار خوب. شما هم کاظمی جی؟ بله ما از اون پشکمون هستیم. ها پشکمون هستیم. اما اینجا هم خیالم ملجا داره نه؟ بله. همین جا برابریه. تقریبا خوبه نه دیگه اینجا باز ایتو زیادی نیه مثل از اینجا. خب چند ساعت میشه اومدیم؟ ما از صبح تالی اینجا از صبح؟ بله. همینجا هم غذا آوردیم خود بله. خود یا تیار کردیم؟ نه اینجا غذا آوردیم خود خود چای همون جگا داریم هنوز چای خور نخوردیم اگه شما افتخار بده برای خود ما چای چی زن میچسبه؟ دیگه خوب گپیه چشمه چای کو بمیت جا میچسبه دیگه دسته جای او شیرین است او معدنی هم اینا بیتره. بسیار تشکر که وقت خود به اختیار نبود. یک شعری هم به شما میگم. شعری هم بکنیم. میگه بار سفر چی بسته ای مرگ خبر نمی کند آن که نبسته بار خیش در این سفر چی میکند. خلاصه اگر کسی باشه از این دنیای فانی لذت ببره یک لذت خوبه که هم خدا راضی باشه هم بنده خدا راضی باشه چیز خوبه. چون بار سفر همین که ما و شما میایم به سفر میایم بار سفر میبندیم اگر یک چیز کم داشته باشیم خلاصه به هر حال به یک رقم به یک مشکلات او بار سفر بسته بشه ولی اگر بار سفر آخرت ما و شما بسته نباشه دیگه او خیلی مشکله. خلاصه به هر حال اگه بار سفر ما بسته باشه امید به خدا. بعد از این هم که هر برادری که میه اینجا اصلا نظافت رعایت نمیکنه. اگر نظافت چیز خوبی باشه ما و شما دوستا به این جگا میایم اگر از این نظافت لذت ببریم ما و شما که تمیز باشه همه میگم خو خیر بینم که این نظافت رعایت کردم ولی اگر نظافت رعایت نکنم یک چیزهای خوبی هم پشت سر خو نمیگذارم. درست میگیم دقیقاً. بسیار تشکر از شما لطف کردید. شما مهمان هستین اگه مهمان ما میشیم اینجا شما فرمایید که ما مهمان باشیم مهمان باشیم شابه. قربان شما سلام. قربان شما سلامت باشین. دوستای نازنین بیاین کاسته خود شما بریم به جوسر. بینندای عزیز بازم خوش آمدیم به کنار. بفرمایید یا الله. سلام علیک سلام علیک سلام علیک. مونده نباشین برا. بفرمایید ببخشید برا به به مونده نباشین برا بخیر. دوستای نازنین از شما معذرت میخوام دیگه بخشش باشه مزایم میوه خوردن شما شدین. مانده نباشیم. سلامت باشین. اول شما خوبه؟ سلامت باشین. زنده باشین. قربان شما. اگه نام شریف خود با ما بگیم. به نام خدا خیلان اجزاده. خب از این منطقه ایم یا از شهریم؟ از شهریم. خب چند ساعت میشه که آمدیم؟ صبح آمدیم یا پیشین آمدیم؟ صبح بودیم، یک ساعتای ما بود که شرکت کردیم. خب 11 بجه بود دانیم اینجا که اومد. بسیار خوب. حال ما هم خربزه نوش جان کنیم. خب این خربزا رو از این منطقه خریدیم یا شهر؟ نه رو خریدیم. بله. خب بسیار خوب. چند فیصد از این منطقه لذت ببردیم امروز چون بسیار یک طبیعت دگیه. منطقه خوبه خودی مطمئن نمودی بودیم. اینجا گفتم به اسم چی میگفتم به اسم چشمه خونی. خب من این برادر پرسیدم گفتم این خونی از ایشتانه متو طول کارت چه نشه امیر برام تشریح بدم که ما شاید خودمون کدی که وقتی اینجا او بوده یه خطر چیزی اگه بوده کاسه کار چی شده. نه این برادرها بگفتم البته پیشتر از این ما بیامده بدیم اینجا چشمه خونی میگن یعنی اینجا کسایی بوده که خان بوده اینجا زندگی میکردن. خونی ان شاء الله چیزی خطری نیست. خوبه فضای برابر مردم از شهر میام فامیلیا میام مجالاتیا میام دیگه تقاضا ما برادرام میدارن که اینجا که میام این محیط منطقه نظافت رو مراعات کنم. شهر خیلی خوب جای فضای خوبیه آب سرسبزیه
نظر شهر دقیقا هفته که برو که میام یا دوباره که میام خیلی فضای خوبی خودی ما کل لذت بردیم خودی 100% منطقه خوبی. راست میگم. ما هم دعا میکنیم که همیشه برای شما میله باشه. سلامت باشین، زنده باشین. شما یک جان سپاس، یک جان سلامت باشین. ما مزاحم شما نمیشیم. شما خیر بزن نوش جان کنید. قربان شما نوش جان شما. بیننده‌های عزیز همراه ما باشیم. تشکر از شما که تا به این لحظه ما رو دنبال میکنیم. یاری به شک مانده نباشیم لالا. اول شما خوبه؟ سعادمندیم. اول خوبه؟ اول کنم شریف خور بگیم. آره. اینو از چه دیم از پرگینه. خب برار من دوستی تیر امیت متوجه بدم شما همین حرکت دست خود شما حرکت کنیم از هر جای که هدف میگیریم تیر شما به نشون میخوره. بعضا بزی شکل میزنم، بعضا مثلا بزی شکل. شما یک سیستم دیگه حرکت داشتیم. چند وقت میشه گله بازی میکنی؟ شاید 4 سال باشه. 4 سال. خب وارد شدیم. خوب هنده گذارنده. برای چی گله بازی میکنی؟ ساعت دو تیر شه. خب دیگه بعد از 100 تیر شدن چی فایده داره گله بازی؟ فایده اینه که مثلا ساعت دو تیر بشه. فایده اینه داره که ورزشه. شما میفهمید که چی ورزش هم خواسته. ورزش هم خواسته. درسته؟ بله ورزش هم هست. گله بازی ورزشه. شما خیلی میدویم تا بالا میکنیم بسته وجود شما حرکت میکنه خون به جریان میشه چربی‌ها شما او میشه. درسته؟ خب همین دوستا پس خدان کمیل لالا از این جیمایم شما نمایی که پیش بریم همون حرکتی که گلر میزدین که بریم چی رقم بود؟ کدیه که؟ خو یکی بگذارم اما چی یکی بگذارم؟ گله بندازیم دیگه بچه ها پس خدین که بلنگ شما نخوره یک چک چک بریم هم افتخاری نه یاری آفرین. میفهمیم بیننده های عزیز باشه ولالا بگم بیایم شما یک دقیقه میفهمیم چی رقمه؟ ای لالا گله بازی که میکنم من گله بلدم برار اگه خودم با رخ باشیم شاید 100 تیر نتونیم به نشون بزنیم. ای لالا که وقتی که گله میزنم نام خدا قد از اینا 2 متر هم خور پیش میکشم به یک لنگ. درسته؟ سیه میرسیم به مسیر گله. سیه نزدیک میشیم. بازم موفق باشیم. خوشحال شدیم من دیدن شما. دوستا یک چک چک دیگه هم به افتخار لالا بریم. بیننده‌های عزیز خدا کنه که امروز از این منطقه چشمخونی از این بند چشمخونی که اینجا جای زیبای دیدنی جای تفریح جای گله‌بازی جای است که مردم اینجا میله میکنم اینجا ساعت خورد تیر میکنم انا فامیلی میایم غیر فامیلی میایم. خدا کنه که شما لذت برده باشیم. وقت برنامه به پایان میرسه ناگزیریم با شما خداحافظی کنیم. بسیار تشکر از شما که همیشه برنامه رو دنبال میکنیم حمایت میکنیم. بیشتر ما حمایت کنیم. ما به خدمت شما هستیم. هر جایی که شما نظر بدیم ما به خدمت شما هستیم. بعضی جوانا را ما از اینجی یک پیام بزنا دارم که می سکولار میگیرم چون هفته‌ای لیلونین به دم ببسته میکنم تا که ریس نمیدم. هر چی مریض باشیم اینجا مریض‌تر میشه. خب بخیر باشیم. خدا نگهدار شما. همه جمعیت برای شما همه هر روز میله باشه. بخیر باشید. خدا نگهدار. چک چک چک.